خیلی وقتا کارفرما با یه ایده از قبل آماده میگن فلان طرحو میخوام با فلان فونت و فلان رنگ و میگن همین رو برای من پیاده کن. اما کار ما فقط اجرای ایده های اونا نیست. ما طراح استراتژیکیم. ما ایده خلق میکنیم. کار ما فقط این نیست که پیکسل جابجا کنیم. ما مسئله ها رو حل میکنیم. اول یه قدم به عقب برمیداریم و از خودمون میپرسیم هدف این برند چیه، مخاطباش کیا هستن و مخاطباش چی میخوان و بهترین تصمیم رو میگیریم. وقتی استراتژی مشخص شد، طراحی دیگه حدسی و سلیقه‌ای نیست و به هدف برند وصله. و شما وقتی کارفرما رو توجیه کنید متوجه میشه که تصمیمی که شما براشون گرفتید و طرحی که براشون زدید هم به نفع خودش هم به نفع برندش هست. پس دفعه بعد وقتی کارفرما گیر داد که این طرحو میخواد، به جای اینکه فقط شما بهش بگید چشم من همین رو انجام بدم، بهش توضیح بدید که چرا ممکنه این جواب نده و این شما رو به یه طراح حرفه‌ای و استراتژیک تبدیل